یعنی ما در شریعت 14 نمود روزه داریم که 8 نمودی آن در قرآن ذکر شده است و 6 نمودی آن در سنت از زبان پیامبر به ما بیان شده است. میگن همون 8 نمودی که در قرآن ذکر شده است 4 نمودش را باید به یگان انقطاع یا به یگان کنده کردن پی در پی بگیرید. یکمش روزه رمضان است. دویمش روزه کفاره ظهار است. کفاره ظهار خواهران عزیز در سوره مجادله آمده است. اگر پیشتر در عرب ها یک مرد به زنش بگوید که تو به من مثل مادرم هستی یا تو به من مثل خواهرم هستی بگوید، وی زن برای اون مرد حرام میشد، نه طلاق میشد نه زن همین خیلی معلق می استاد. به خاطر این گناهی کردهش یکی از کفاره هایش 2 ماه پی در پی